همیشه بین تیم‌های قرمز و آبی یه جنگی وجود داشته، چه توی لیگ جزیره بین چلسی لیورپول، چه توی ایران بین پرسپولیس استقلال، چه توی لیگ ایتالیا بین اینتر و آسی میلان، حتی تیم‌های دیگه، و هیچ وقت هم برنده این جنگ مشخص نشد. پس توی جزیره 8 تا از بهترین تیم‌های قرمز و 8 تا از بهترین تیم‌های آبی رو قرار دادیم تا ببینیم بالاخره چه رنگی برنده این نبرد جنجالی میشه. میریم گردونه اول بچرخونیم ببینیم قرمز در میاد یا آبی و کی باید اول بازی کنه. انشالله هریکن دلها در بیاد. رونالدو در آمد. چطوری کریس؟ میریم فلش رو بچرخونیم ببینیم کدوم سن از بازیکن آبی میافته. چی میشه به سمت مسی بیفته. چپ بالا مسی در اومد. وای باورم نمیشه، عالی شد، چه نبردی. مصاف یاران رونالدو و مسی، طرفدارای رونالدو و مسی آمده بودن تا تیمشون رو تشویق کنن. برو لئو برو لئو برو لئو برو. گل اول دقیقه 1 بازی گل میزنن. رونالدو برو رونالدو گل دوم تیم ملی پرتغال میزنه. یاران رونالدو تیم آرژانتین رو شکست میده و مسی خیلی زود از جزیره حذف میشه و تیم قرمز سلطه خودش رو تو جزیره گسترش میده. میریم سراغ گردونه دوم بچرخونیم ببینیم چه بازیکن در میاد. اینو لطفاً بهم امباپه یا هریکین بده. محمد صلاح در آمد. فلش بعدی رو میچرخونیم ببینیم کدوم سن از بازیکن‌ها میفته. چپ پایین در آمد، یعنی به سمت لئوتارو مارتینز، مصاف تیم لیورپول و اینتر. این گله گاکپو، بزن گاکپو و گل. چه گلی میزنه گاکپو. گل بعدی یاران محمد صلاح یاران لئوتارو مارتینز رو شکست میدن و لئوتارو مارتینز از این جزیره حذف میشه و تیم قرمز بازم سلطه خودش رو گسترش میده. گردونه بعدی رو میچرخونم ببینیم این بار تیم آبی در میاد یا تیم قرمز. امباپه در میاد. چه عجب از تیم آبی بازیکن در آمد. فلش بعدی رو میچرخونم ببینیم کدوم سمت از بازیکن قرمز میسته. راست بالا، یعنی جایی که آنخل دیماری است. مصاف تیم ملی فرانسه و بنفیکا. هواداره تیم ملی فرانسه به عشق امباپه آمده بودن امباپه و تیمشون رو تشویق کنن. گل میزنه مارکوس تورام. این گله عثمان دمبله میزنه. تیم ملی فرانسه تیم بنفیکا با نتیجه 2-0 شکست میده و آنخل دیماریا از جزیره حذف میشه و این بار تیم آبی که سلطه خودش رو گسترش میده. دوباره میریم گردونه بعدی رو بچرخونیم ببینیم میزبان کیه. هریکن دلها در میاد. فلش بعدی رو میچرخونیم ببینیم این بار کدوم سمت از بازیکنهای آبی میسته. چپ متمایل به وسط، ببینیم کیه. هالنده. چه بازی جذابی میشه. مسابقه بایر مونیخ با منچستر سیتی، چه نبرد جذابی. ای خاک تو سرت. گل میزنه هریکن دلها. چه گلی میزنه هریکن. این گله و گل. هریکن گل میزنه، دبل میکنه تو این بازی. یاران هریکن یاران هالند رو شکست میدن و تیم آبی از این جزیره حذف میشه. تیم قرمز بازم سلطه خودش گسترش میده. وضعیت خطری شده و تیم قرمز داره کل جزیره رو تصاحب میکنه. گردونه بعدی رو میچرخونیم ببینیم کدوم بازیکن در میاد. نیمار در اومد. فلش هم میچرخونیم ببینیم کدوم سمت از بازیکن قرمز میفته. راست مایل به وسط، کار با خاله. مسافت تیم الهلال با تیم ملی اسپانیا. این گله و گل میتروویچ. نزنه بی پدر. این گلش میزنه. میتروویچ دبل میکنه تو این بازی و تمام.
تیم الهلال شگفتی سازی میکنه و تیم ملی اسپانیا حذف میکنه و کارواخال از این جزیره خداحافظی میکنه. تیم آبی بازم سلطه خودش رو گسترش میده. هواداران تیم آبی که روحیه‌شون از دست داده بودن با برد تیم آبی روحیه گرفتن. گردونه بعدی رو میچرخونیم ببینیم تیم قرمز در میاد یا آبی. لوئیس سوارز از تیم آبی در میاد. فلش بعدی هم میچرخونیم ببینیم کدوم سن از بازیکن قرمز میفته. به سمت راست مایل به پایین کیه؟ اشرف حکیمی، مصاف تیم ملی اروگوئه و مراکش. این گل دلا کروز گل میزنه. برای لوئیس سوارز بزن گل. لوئیس سوارز تیم ملی اروگوئه تیم ملی مراکش رو حذف میکنه. اشرف حکیمی هم از این جزیره حذف میشه و تیم آبی بازم سلطه خودش رو گسترش میده. میریم سراغ گردونه بعدی. ادیتور گردونه رو بچرخون ببینیم کدوم بازیکن در میاد. رامی رضاییان در من. چرا همه رو آبی میدی؟ بابا میدونیم طرفدار آبی هستی. شما دوستای گلم طرفدار قرمز یا آبی؟ فلش رو میچرخونم ببینیم کدوم سمت بازیکن در میاد. چی میشه اگه حسین کنعانی در بیاد؟ راست پایین. عالی، حسین کنعانی در آمد. چه دربی بشه. میریم سراغ دربی پایتخت ببینیم کدوم تیم از این جزیره حذف میشه. این گله بزن گله. سروش رفیعی گل میزنه. بگی نزنه. واو. این گله و تمام. تیم قرمز تیم آبی رو شکست میده و از جزیره حذف میکنه و رامی رضاییان از جزیره حذف میشه. تیم قرمز سلطه خودش رو بازم گسترش میده. گردونه بعدی رو میچرخونم ببینیم کدوم بازیکن از گردونه در میاد. پولوسیچ از تیم قرمز در میاد. فعلش هم میچرخونم ببینیم کدوم سمت از تیم آبی در میاد. چپ مایل به بالا کیه؟ ژائو فیلیکس. این گله. چه گلی میزنن جکسون. این دیگه گله. جکسون دبل میکنه. یاران ژائو فیلیکس یاران پولوسیچ شکست میدن و پولوسیچ از این جزیره خداحافظی میکنه. تیم آبی بازم سلطه خودش رو گسترش میده. وای چه نبرد جذابی بین قرمز و آبی. حالا 4 تیم قرمز داریم و 4 تیم آبی. میریم سراغ گردونه بعدی و میچرخونیم ببینیم این بار میزبان کیه. حسین کنعانی در میاد. فعلش هم میچرخونیم ببینیم به کدوم سم از بازیکنان آبی میسته. چپ مایل به بالا ببینیم کیه؟ نیمار در میاد. مصاف پرسپولیس و الهلال ببینیم این بار یاران نیمار میتونن شگفتی سازی کنن. علیپور. این گل. همین ابتدای بازی گل میزنه بعید امیری به یاسین بونو. این گله و گل. بعید امیری میزنه. یاران حسین کنعانی یاران نیمار هم شکست میدن و نیمار از جزیره حذف میشه. تیم قرمز سلطه خودش بازم بیشتر میکنه. طبق معمول گردونه بعدی رو میچرخونم ببینیم چه تیمی در میاد. قرمز یا آبی؟ امباپه از تیم آبی در میاد. فعلش هم میچرخونم ببینیم کدوم سم از بازیکنان قرمز میسته. ببینیم کیه؟ محمد صلاح در میاد. حساب تیم ملی فرانسه با لیورپول. این گله. گل. عثمان دمبله میزنه گلو. تیم ملی فرانسه تیم لیورپول رو نتیجه 1-0 شکست میده و محمد صلاح هم با جزیره خداحافظی میکنه و تیم آبی سلطه خودش رو بیشتر میکنه. گردونه بعدی رو میچرخونم ببینیم کدوم رنگ میزبان بعدی مونه. رونالدو دلها میزبانه. فعلش رو میچرخونم ببینیم کدوم سم از بازیکنای آبی میسته. کیه؟ لوئیس سوارز. این گله. وای بزن گل اینه. رونالدو دلها میزنه. نزنه بی پدر دیگه. رونالدو گل اینه. هتریک میکنه رونالدو دلها و تمام.
یاران رونالدو یاران سوارز رو شکست میده و لوئیس سوارز هم از جزیره حذف میشه. تیم قرمز بازم سلطه خودش رو گسترش میده. ادیتور گردون بعدی رو بچرخون دیگه، خوابت برده. گردون بعدی رو میچرخونم ببینیم قرمز در میاد یا آبی. هری کین از تیم قرمز در میاد. فلش هم میچرخونم ببینیم کدوم سمت تیم آبی میسته. چپ مایل به بالا، ژائو فیلیکس. مسافه تیم بایر مونیخ و چلسی. این گله جکسون نزنه بی پدر. هری کین دلها گل میزنه. گل ژائو فیلیکس گل میزنه و تمام. تیم چلسی تیم بایر مونیخ رو نتیجه 2-1 شکست میده و هری کین دلها هم از جزیره خداحافظی میکنه. تیم آبی بازم سلطه خودش رو گسترش میده. تو این مرحله 2 تیم آبی و 2 تیم قرمز داریم. وای رقابت خیلی سخت و نفسگیره. آقا تو این مرحله هر تیمی گل اوله بزنه برنده این بازی میشه. گردون بعدی رو دوباره میچرخونیم ببینیم چه تیمی در میاد. امباپه از تیم آبی در میاد. فلش هم میچرخونم ببینه کدوم سمت قرمز میسته. راست بالای بالا میسته. ببینیم راست بالای بالا. رونالدو دلها، چه نبرد سخت و نفسگیری. امباپه و گل. امباپه گل میزنه. یاران امباپه یاران رونالدو رو شکست میدن و رونالدو هم از جزیره خداحافظی میکنه. تیم آبی بازم سلطه‌اش رو گسترش میده. گردون بعدی هم بچرخون ببینیم میزبان کیه. حسین کنعانی و تیمش میزبانن. فلش هم بچرخون ببینیم کدوم سمت از تیم آبی میسته. ژائو فیلیکس. برو علیپور بزن. گله. یاران حسین کنعانی یاران ژائو فیلیکس رو شکست میدن و به فینال این رقابت رو صعود میکنه. ژائو فیلیکس هم از این جزیره حذف میشه و تیم قرمز بازم سلطه خودش رو گسترش میده. وای چه رقابت سخت و نفسگیریه. میریم سراغ فینال این رقابت ها. گردون آخرم میچرخونم ببینیم میزبان کیه. قرمز یا آبی. حسین کنعانی از تیم قرمز میزبانه. رسیدیم به فینال این رقابت ها. مسافه تیم پرسپولیس و تیم ملی فرانسه. ببینیم کدوم تیم قهرمان این جزیره میشه. این گله. علیپور گل میزنه و کنعانی و یارانش قهرمان جزیره میشن و کل جزیره رو زیر سلطه خودشون نگه میدارن. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین. ویدیو ما لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو بزنید تا ویدیو بیشتر براتون به نمایش در بیاد. منتظر ویدیوهای بعدی ما باشین. دوستتون دارم. یا علی مدد.